خدا رحمتش کنه. نوروز خان اسم جدم بود که رو من گذاشتن. معمار قابلی بود. بفرمایید. این در مال 100 سال پیشه، از الوار یه تیکه ساخته شده. تو این دالون آدم غریبه و نامحرم اگه کاری داشت همینجا منتظر میشد. البته حالا دیگه نه، حالا که الحمدلله همه محرمن. این گلو میبینی؟ خدا بیامرز در سفر شیرازش از سنگ تراشی های تخت جمشید نقشش ورداشته، داده 4 گوشه هشتی با آجر کار گذاشتن. تو این خونه بچگی رو گذروندم. از هر گوشه این خونه 1000 تا خاطره دارم. روی این آجرها اینقدر خط کشیدم، اکر دوکر بازی کردم. اینو بچه ها اینجا چسبوندن. هی میگم بردارین، میگن آقا جون اماله. بفرمایید از این بر. به این درخت تاب بسته بودم. این درخت رو مرحوم پدر بزرگم نوروز خان با دست خودش کاشته. این یکی رو مادر بزرگم کاشته. پسرم و دخترمو بودن، عقدشون به عرش بسته شده بود. عاشق و معشوق بودن. این 2 تا درخت رو به یادگار عشقشون کاشتن. اونا رفتن و اما درختاشون روز به روز شادابتر میشه. اینم یادگار دوره جوانی مونه. 17 سالم بود این یادگاری رو کندم. بابام وقتی فهمید مادرمو فرستاد خواستگاری ایران جون. همسایه دیوار به دیوارمون بودن. اون هره رو میبینی؟ یه روز دنبال گربه کردم، اولین بار چشمم تو چشم ایران جون افتاد. دلم واسش ریسه رفت. بعدم که با هم عروسی کردیم و 30 ساله داریم تو همین خونه با هم زندگی میکنیم. تو همین ایوون سینکش آفتاب میشستم، مشق رج میزدم. روی پله ها با بچه های فامیل گرگم به هوا بازی میکردیم. به پسرها با یه دست میزدم میگفتم گرگی، اما دخترها رو بغل میزدم میگفتم گرگی 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 گرگی. یادش بخیر. مرحوم پدرم تابستونا اینجا پوستختشو مینداخت. عاشق این ماهی های گل بهی بود که تو حوض میرقصیدن. دون صدایی هم داشت مثل خودم. یادم همیشه شعرهای ملای روم و زمزمه میکرد. تو همین حوضخونه جدم با مجاهدین صدر مشروطیت جلسه تشکیل میدادن. خیلی از تیشه ها که به ریشه استبداد قجری خورد سرنخش از همین حوضخونه بود. چه روزای خوشی بود. هرچی فکر میکنم میبینم این خونه بهشت. پدرم در خونه باز بود. روزای عزیز 500 نفر تو این حیاط اطعام میشد. شبای تابستون روی این سنگ چراغ با مردنگی میذاشتیم. تو این باغچه دیگ سمنو بار میذاشتیم. اتاقای روی ایوونو میبینی؟ زمستونا آفتابگیره، تابستونا سایه میشه. تو این تاق نماها داده بود نقاشی کرده بودن. مرحوم پدرم خیال کرد اینا قدیمی شده، داد روش گچ گرفتن. این بارفیکس هم همایون اینجا کار گذاشت. خلاصه هر کسی با سلیقه خودش یه دخل تصرفی تو این خونه کرده. اما با تمام اینا معمار باشی آدم تو این خونه واقعا معنی زندگی رو میفهمه. کلنگیه. این حرفا کدومه؟ این خونه به 100 تا از این خونه های نوساز میارزه. شما پهنای این جلد رو فقط نگاش بکنی. خونه باید قص و قصش محکم باشه. دیدی گفتم با این حال کلنگیه. شما دور بر خودتو نگاه کن، اصلا مشرفی نداره. ببین این خونه های جدید آدم جرئت نداره زیر شلوارش عوض کنه. از 7 تا خونه 70 تا چشم آدم نگاه میکنن. اما اینجا رو ببینی تنظیم ببین. اینا درست، ولی این خونه کلنگیه. هی میگه کلنگیه.
به خدا اگه 1 میلیون تومنم بدن این خونه رو حاضر نیستم بفروشه. آقا جونم از اون معمارای کهنه کاره. الان حسابی باباتو نرم کرده. گمون نکن نوروز خان این خونه رو از تخم چشش بیشتر دوست داره. مامان اصلا بابا جونم هرچی کهنه است دوست داره. هرچی من از این چیزای کهنه بدم میاد بابا جونم میپرسته. اصلا بابا جونم کهنه پرسته. میدونی مامان جون، اصولا بقیده من فی الواقع در هر حال اگرم به فرض این که پدرم چطوری بگم اگه خیلی اصرار داشته باشی که ما این خونه حرف نزن. معذرت میخوام، من خودم درست میکنم. باید دم به دم بابام بدیم و نوروز خانو راضی کنیم، همینجا باله رو ازش بگیریم. بفرمایید خواهش می‌کنم. جناب آقای معمار باشی میفرمایند خونه نوروزخان کلنگی. من زن و بچه خودمو شاهد نمیگیرم، چون اینا یه عمر تو این خونه زندگی کردن، آشیونه خوشبختیشون بوده، طبعا به این خونه علاقمندن. از دختر خودتون میپرسم. عروس خانم خواهش میکنم یه دقیقه تشریف بیارین اینجا. به نظر شما این خونه کلنگیه؟ بله کلنگیه؟ بله. ببینید عروس خانم، شیشه ایره که جد من نوروزخان معمار باشی 100 سال پیش انداخته بود با یه تلنگر شکستی. پس کلنگی هم نیست، تلنگریه. بله کلنگیه. کلنگیه یعنی چی؟ به هر خونه کلنگ بزنن البته خراب میشه. نوروز خان چرا اینقدر داد و بیداد میکنی؟ آقای معمار اومدن اینجا به ما کمک کنن. خواهش میکنم یه چیزی میل بفرمایین تا من برم یه استکان چایی بیارم. اصولا در واقع چطور بگم، در هر حال هر کسی یه نقطه ضعف روحی، نه که نقطه ضعف، در هر صورت پدرم نسبت به این خونه حساسیت دارن. من از طرف ایشون از شما معذرت میخوام. بفرمایید دهنتون شیرین کنیم. بفرمایید. اگه عرض کردم این خونه کلنگیه قصد اهانت نداشتم. ما 30 سال آزگار سر کارمون با خونه کلنگیه. خونه کلنگی از دور داد میزنه. فرنگی بابا جان، وقتی ما وارد شدیم به تو چی گفتم؟ گفتین کلنگی؟ گفتم کلنگیه. معلومه که کلنگیه. ممکنه آقای نوروز خان از اینی که من گفتم کلنگیه ناراحت بشن، ولی من نه. 100 تا معمار دیگرم ورداریم بیارین اونا میگن کلنگیه. برای اینکه واقعا کلنگیه. نه خیر، امروز همه ذکر کلنگیه گرفتن. فرض کنیم که حالا این خونه کلنگیه، مهم این است که ما توش راحتیم، مگه نه آقایون؟ خب البته. تو این خونه راحتی؟ خب نه راحتی؟ راحتی؟ چای آوردن، چای آوردن. بفرمایید. سلام مادر، خیلی خوش آمدید. سلام بفرمایید. علیکم. سلام علیکم. سلام. بفرمایید. اصلا راحتی خونه رو باید از کدبانوی خونه پرسید. ایران جون تو این خونه راحتی هم؟ من چه میدونم، چرا از من میپرسی؟ از نازی بپرس. نازی جون تو این خونه آب و اجدادی یه سر سوزن ناراحتی کشیدی؟ محلش خیلی عمولیه بابا جون. به محلش چه کار داری؟ مهم این است که ما توش راحتیم، مگه نه همایون؟ البته، اما در واقع چطور بگم، عیبش اینه که ماشین توش نمیاد. کاش عیبش همین بود. شوفاژ نداره، تهویه نداره، استخر نداره، همون باوان نداره، از همه بدتر کهنه، از عمولی قدیمیه. جواب داریم بفرمایید. پی محکم داره، اتاقای بزرگ تو در تو داره، حیات فسقلی امروزی نداره، همسایه مشرفی نداره، صدای سرصدای خیابون و بوق ماشین نداره، 1 ساعت خواب بعد از ظهرش میارزه به 100 تا از این آپارتمان‌های سر به فلک کشیده. عیب می جمله بگفتی، هنرش نیز بگو. هنرش رو اگه بخواین بدونین یه روز تشریف بیارین تو آشپزخونه دود زده یه قرمه سبزی بپزین تا بفهمین یه من ماست چقدر کره داره. بمیرم واسه دختر. آخ، آشپزخونه خیلی مهمه. خونه یعنی آشپزخونه و اتاق خواب. این خونه که اصلا اتاق خواب نداره. این خونه 10 تا اتاق داره، تو هر اتاقش بخوابی همونجا اتاق خوابه دیگه. آقای نوروز خان، اتاق خواب باید حمام و توالت داشته باشه، پنجره رو به آفتاب و کرکره داشته باشه. شما پس فردا میخواین عروس بیارید؟ من که تو این خونه زندگی نمی‌کنم. حق داره؟ عروس خانم، اتاقای این خونه هر کدوم یه صندوق خونه داره. درست. صندوق خونه شو جناب آقای معمار باشی تبدیل به حموم میکنن. همایون خوش برو حالیش کن. حالیش. دست به ترکیب این خونه نمیشه زد. کلنگ بهش بخوره گرم بخوابیده. برای اینکه واقعا کلنگیه. اصلا خرج کردن تو خونه قدیمی آفتاب خرج لحیمه. شما به نفعتون این خونه رو بفروشین، زمین بخرین، یه ساختمون مطابق میل جوونا بسازین. خب بله، عقیده منم بفرمایید. به شرطی که بالای شهر باشه، خیلی هم مدرن. شما امروز بهلره بگی، فردا خونه رو فروختیم، پس فردا زمین خریدیم، پس اون فردا کلنگو میزنیم. تمام. این حرفایی که میزنی واسه خودتون خوبه،
واسه من همین خونه نوروزخان خوبه. تابستونش خنکه، زمستونش هم گرم و نرمه. من تو این خونه آسایش دارم. میفروشم نه خونه میسازم. یعنی ما آزگار این بابا رو آوردی و بردی چون هاتون رو زدین دم آخره میگین نمیفروشن. نه راست میگه بابا جون، خیلی بده. اگه نمیخواستین بفروشین از اولش میگفتین. من که از اولش گفتم شما این بابا رو به زور آوردین تو خونه، به زور از من قولنامه گرفتین. اگه محصدار پیدا نمیشد 100 سال دیگه هم کسی نمیومد برای این خونه کلنگی جیرینگی 400,000 تومن پول بریزه. راست میگه بابا جون، 400,000 تومن راحتی که من توی این خونه دارم 1,000,000 تومن میاره. ده نده، شما هنوز معنی راحتی رو نمیدونی چیه. با همین پول من برات یه خونه میسازم تا معنی راحتی رو بفهم. راست میگه. دلم واسه اون حوض خونه‌اش میسوزه والله. حوض خونه‌ام برات میسازم. اون گلایی که خودم پیوند زدم، اون درختای میوه، خلاص پاسیو میسازم که تمام سال گل جلوشش باشه. بفرمایید نوروز. دفتری بیارین آقا امضا کنن. بفرمایید اونجا. بفرمایید اونجا. بفرمایید بیشتر. معمار باشی جانم. اگه دل نگرونم منم هیچ اصراری ندارم و 300,000 تومن داریم میدیم یه خونه کلنگی میخریم. شما به این خونه میگی کلنگی؟ بله، خونه ای که 10 سال پیش از این ساختن کلنگیه. اینه که 100 سال پیش از این ساختن کلنگی نی؟ خونه ای که 10 سال پیش معمارای بساز بفروش ساختن کلنگیه. اما خونه ای که 100 سال پیش مرحوم حاج معمار باشه نوروزخان جد ایشون برای خودش ساخته کلنگی نیست. مگه کلنگ بهش کارگر میشه؟ بابا حوصله داری. به جون این یه دونه پسرم که از تخم چشمم بیشتر دوست دارم، اینو خودم هم نمیدونم. حتما مرحوم پدرت میدونه. نه اونم نمیدونست. 40 سال مو به موی این خونه رو واسه من گفته بود، اما این یکی رو نگفت. شاید اون نمیدونسته ولی پدر بزرگتون حتما میدونسته. اون خدا بیامرز معمار بوده. اینا جزو اسرار معماریه. من میدونم این خونه چه اس و قصی داره. بابا دیوارای حوضخونه تا کمرش نم داره. این از رطوبت حوض، پوسته روشه، مغزش مثل کبریت خشکه. من از حیاتش خوش آمده که مشرفی نداره. حیاتش که خیلی باروحه. اتاقاشو نمیگی؟ همه دلباز و آفتابگیر. منم برای همین محسناتشه که میخوام بخرم. خیلی معذرت میخوام. بله. من نرنجیدم. نه بفرمایید. مبادا از من دلگیر بشینم. برای همین محسناتش که شما میخواین بخرین من نمیفروشم. فروشنده نیست. کجا آقای نوروزخان؟ چرا قهر میکنی؟ بله. در خب راست میگه بدبخت. خونه تا کمرش نم گرفته کلنگیه. حالا بفرمایید چه ایمیل کنید. بعد آقا جون ما بیانه گرفتیم. بی زحمت بگین 2 تا چای بیارن دفترم حاضر کنه. شما که نمیخواستی معامله کنی چرا گفتی سند تنظیم کنی؟ باطلش کن آقا جون. من اصلا خودم فروشنده نیستم. بفرمایید 10,000 تومانی که برای قولنامه دادین 10,000 تومن نیست و 20,000 تومنه. شما 10,000 تومن دادین. اینها اینجا نوشته. بفرما. اون زیرشم بخون. اگه من تو بزنم 10,000 تومنم رفته. اگه شما تو بزنید 10,000 تومنم باید بزنین رو. شما تو زدی. من که خریدارم شما میگی نمیفروشم. منم فروشنده. پس مبارک انشالله. بفرمایید امضا کنید سندش حاضره. بیا رقم دفتر ببینم. آقا جون پولا رو کام بینم. بذار اینجا بینم داداش. همون خان بعد این پولا رو بشور بینم. بده من بینم. آها تموم شد. بگی ادا کن بینم. بنویس بینم. ثبت با سند برابر است. معطل نکن برادر دیگه. تموم کن کارو. ثبت با سند. جد بزرگوارم منو ببخش. به مگه داری حکم اعدامتو امضا میکنه؟ قارشو بکن بریم دیگه. تموم شد. مبارکه. این زمینشه 10 در 20 یه قواره کامل. این
اینجا رو میگی متری 700 تومن؟ بله دیگه. اینجا که بابا بیابونه که. همه جا اولش بیابون بوده، وقتی ساخته بشه شهر بشه اونجا رو ساختن، اینجا ساب زمین میشه. ملاحظه بفرمایید اون طرف بناس ویلا سازی بکنن، 2 تا 3 تا نمونه ساختن، الان بهتون نشون میدم. نگاه کنید اون گوشه دیدی اون طرف هم بناس بسازن. این خیابون زیرسازی آسفالت شروع شده. ملاحظه بفرمایید بناس بعدا روسازی بکنن. اون طرف هم سوپرمارکت میشه. چشم هم بذاری اینجا میشه وسط شهر. پس بپر صاحبخونه رو صدا کن بعد نه بابا اینجا به درد ما نمیخوره. متری 700 تومن میکنه به عبارت 140,000 تومن. خب 60,000 تومن هم برای ساختمون میمونه دیگه. کجاش میمونه؟ 40,000 تومن که تو محضر بابت عوارض و مالیات و نمیدونم حق محضر گرفتن میمونه 120,000 تومن. نه بابا اینجا به درد ما نمیخوره. خیلی ارزون‌تر میشه. اینجا قطعات 500 متری تفکیکی با قباله متری 100 تومن. اینجا یک فلکه بزرگ میشه با حوض و آبنما. این طرف ردیف خونه های ویلاییه. اینجا یک خیابون 14 متریه که به کوچه های 10 متری پن میخوره. اوه خوب شدی چی نشد، چیزی نشد. این قسمت هم پارک و تفریحات سالم میشه، یه پارک درندهش با تمام وسایل. صبر کن من خودم بهتر از تو بلدم. بلدی؟ صبر کن. اینجا سوپرمارکت میشه، این طرف پارک کودک میشه، اینجا هم کودکستان و دبستان و دبیرستان میشه که انشالله گورستان بشه که خونه اول آخره بشه. اینجا هم محل تفریحات ساله. مسخره کردی ما رو؟ چی شده؟ یه جایی ببر که اقلا 4 تا آدم حسابی دور و برش باشن. اینجا زمستون گرگ آدمو پاره میکنه. مگه شما زمین ارزون قیمت نخواستی همینه؟ بابا من یه زمینی میخوام که 4 تا ساختمون چه میدونم مثلا مثل اونجا خارج از محدوده است. اون وقت اینجا داخل محدوده است. آقا جون جاره من یه جایی میخوام که داخل محدوده باشه، 4 تا ساختمون هم دور برش باشه که زن بچه من امنیت داشته باشن. اینجور که میخوایم ما فقط یه قطعه سراغ بفرمایید. اینم داخل محدوده. ملاحظه کنید 7 تا خونه ساختن، 3-4 قطعه زمین دیگه بیشتر نمونده. انتخاب کنید. آقا جون یکی انتخاب کن، من از کار زندگی افتادم. بهترین جا آدم حظ میکنه. میگم اون چاله برام زندگی کنم. عوضش برای زیرزمین خاک برداری نداری. 7-8 طبقه زیرزمین بسازی خونه میاد کف خیابون. بابا متری 500 تومن باید تو خاکریزی بدن. عوضش اینجا متری 200 تومنه. خب با خاکریزیش همون متری 700 تومن میشه دیگه. نه بابا آخر عمری ما رو تو این چاله چوله ننداز. از چاله خوشم نمیاد. من اینجا میخوام رو بلندی. اینم بلندی. از این بلندتر میخوای باید بری قله قاف زندگی کنی. والا مگه میشه رفت؟ نگاه کن ببین، نگاه آدم حظ میکنه. چی زمستون بعد البته این ناحیه زمین کم پیدا میشه، اعیان نشینه. چند قطعه اون بالا هست بین متری 1200 تا 1800 تومن. اگه براتون مناسبه بریم بالا. اون بالا واسه حوض کوهی خوبه. عوضش هوا داره، تابستونش خنکه. و زمستونش چی؟ میلتونه. ما همه جور زمین نشونتون دادیم، هر کدوم میخواین انتخاب کنید. بابا همون زمین متری 700 تومن اولی باز بهتر. سلام علیکم. قیمت این زمین چند آقا؟ متری 1200 تومن آقا جان. ایشون که فرمودن متری 700. بله اون دیروز بود، امروز فرق میکنه. اگه برای زمینه بگو الان متری 1200 تومن مشتری پاش پایین. دیروز خودشون گفتن متری 700 تومن. مگه یادتون رفته؟ نه خیلی یادم نرفته. اون نرخ دیروز بود، امروز 1200 تومن. من نمیفهم این نرخا رو کی تعیین میکنه؟ بنده، شما، ایشون آقا. همین یارو یه ساعت پیش اومد 1000 تومن ندادم، گفتم متری 1100 تومن، الان 1200 تومن. یعنی بعد یه ساعت شده 1200 تومن، یعنی ساعتی 100 تومن رفته. بله قیمت زمین ساعتی میره بالا آقا جان، ساعتی میره بالا. حالا چیکار میخوای بکنی؟ نمیدونم والا نمیدونم. به نظرم بهتره برم همون خونه خودم رو بخرم. 400,000 تومن. اشتباه میفرمایین، 300,000 تومنه. نه جون شما 400,000 تومن. پریروز معامله کردیم 300,000 تومن. اون پریروز بود، 2 روز ازش گذشته. 2 روزه 100,000 تومن رفته روش. قیمت خونه روز به روز ترقی میکنه. من نمیفهمم والا. خونه روز به روز ترقی میکنه، زمین ساعتی میره بالا. پس تکلیف اون بنده بیچاره خدایی که میخواد یه آشیونه و زن بچهش فراهم بکنه آقا چیه؟ همش تقصیر شماست.
تو خونه آب و اجدادیم راحت نشسته بودم، این بلا رو شما سر من آوردی. حالا بفرما درستش. چشم اگه اجازه بدی من خودم درستش میکنم. برای این کار یه سورم میدم همین فردا. بفرما. ببین بابا جون، ببین این زمین به درد ما نمیخوره. چرا؟ برای اینکه میخوان جلوش یه عمارت 20 طبقه بسازن. نوروز خان اگه بفهمه جلوی خونش 20 طبقه آپارتمانه محاله بخره. یه سال دیگه میسازن خبر نداره. بیا بریم دخترم، بیا بریم صداشو در نیار. فرنگیز حق داره. من میخواستم تو این زمین یه خونه بسازم با به میل فرنگیز. البته نقشه‌شو یه مهندس تحصیل کرده یا آمریکا داده. خونه های آمریکایی رو من تو سینما دیدمشون، خیلی نازن. عالیه. یه ویلای 2 طبقه، طبقه پایین سالن اتاق مطالعه، طبقه بالا 5 تا اتاق خواب. اتاق خوابش حموم هم داره؟ هر اتاق یک حمام مستقل. وان بزرگ با آب گرم دائم. هر شب قبل از خواب تو وان آب گرم میلمیم، با اعصاب راحت به خواب میریم. حرکات چیه نازی؟ خجالت بکش، درست میشین؟ چه؟ بفرمایین دهنتون رو شیرین کنین. آقا جون، برای اتاق خواب نوروز خانم یه حموم شیک بسازید. حموم و اتاق خواب واسه شما جوونا خوبه. واسه من یه اتاق دنج خوبه که بشینم مثنوی زمزمه کنم. یه حوضم اون وسطش باشه، فوارش بزنه. حالا راستی تو این نقشه شما حوض خونم هست؟ وا، مگه خونه آمریکایی حوض خونه داره؟ زیر زمین که داره، یه حوض میندازیم وسطش میشه حوض خونه. چه حرفا میزنن حوض خونه؟ نوچه زیر زمین خفه است. من یکی از اتاقای طبقه دوم رو درست میکنم با به سلیقه شما. منظره کوه دماوند رو در نظر بگیر. پنجره اتاق درست رو به این منظره باز میشه. به 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 بود و پفاره کنارشه. منظره جلو چشم تو وسط کتابات بیشین و صفا. من جمع شدی خیلی خوبه بابا جون. بابا باشین بری سر جاتون بشین. خول شدی یلا. میفرمودین داشتیم مصطفی میشدی. عرض شود که خونه باید مطابق میل کدبانوی خونه باشه. شما از همه چی صحبت کردین جز از آشپزخونه‌اش. آشپزخونه‌اش باید بزرگ و با روح باشه. بله خانوم، به نظر من آشپزخونه باید به اندازه یه ساره ناهارخوری باشه. آقای معمار، این خونه کی تموم میشه؟ کلام نیکویی گفتین. بنده این خونه رو 5 ماهه تحویلتون میدم. جناب آقای معمار، ما تعهد کردیم از 3 ماه هر چی دیرتر تخلیه کنیم روزی 50 تومن گرایش بدیم. کی برادر به این تعهدات عمل کرده؟ نه من به قولم وفا میکنم. خیلی خوب، شما پول بریزین 3 ماهه. آقا جون اینا که مشتری غریبه نیستن، شما اینجوری قول میدین. من قولم قوله، غریبه و خوری هم نمیشناسم. اگه ایشون سختگیری نکنن همه چی درست میشه. آقا جونم همه چی رو سخت میگیرن، در حالی که خیلی هم آسونه. من که آسونه. شما امروز معامله بکنین، من فردا کننگو میزنم. مبارک. انشالله عروسی همایون توی
این خونه. عروسی نازی جون تو این خونه. به خوبی و سلامتی انشاءالله. آقا جون اتاق خواب من باید بزرگ باشه. جناب معمار، اتاق دخترک منو بزرگ بساز. کاغذ دیوارش قرمز باشه. کاغذ دیواری قرمز. آقا جون یه سرپوشیدن برای ماشین من. سرپوشیده. چشم. اتاقا همه باید قفسه داشته باشن. قفسه. چشم. وای خودتونم چقدر خوشحالم. خیلی خوب میشه. اتاق خواب من باید حموم داشته باشه. همون واسه عروس خانم. چشم. این یه خونه ایدئاله. من اگه میدونستم شما اینقدر خوشحال میشین زودتر اون خونه رو میفروختم و کلنگ رو من الان تصور اون روزی رو میکنم که خونمون ساخته شده، در بزرگ آهنی باز میشه و با ماشین وارد میشیم. اینجور که من میبینم این در بزرگ آهنی حالا وا نمیشه. بابا جون شما چقدر بدبین راست میگه هستین. بابا، باز گنده تر از دهن پخ زدی. الان یه ماه از اون روزی که کلنگو زدی میگذره تازه پیش چیدم. به قول آقای معمار باشی بنایی اولش سخت پیش میره، اما وقتی افتاد رو قطعه یه دفعه تموم میشه. این که قصه نداره بابا جون. بابا جون نگهدار من همینجا پیاده میشم. چشم. ببینم تو که شنبه ها کلاس نداشتی. با بچه ها قرار گذاشتیم درس حاضر کنیم. آزور تنها نری خونه ها خیلی با خوب هم بریم. خداحافظ. زور خونه نمیرم بابا جون، با فرنگیس بیرون نهار میخوریم. خیلی خوب. خداحافظ. جناب آقای معمارزاده سلام عرض میکنم قربان. سلام بابا، حالت چطور؟ اول که خوب نیست، اما اگه شما به من مساعده بدین بهتر میشه. آقا گفتن تا 15 مساعده ندید. شما که همیشه به ما لطف دارین، این دفعه 4 کیلو بندازید. خب حالا ببینم چی کار میتونم برای. متشکرم بابا. آقای رخصتی این زمینای بالای کرج رو تقسیم کردن میفروشن متری 50 تومن، اما سال دیگه میشه متری 200 تومن. من زمین متری 1 دیدم که حالا شده متری 2000 تومن. ما همیشه ضرر بی پولی رو میدیم. بنده اگه شده پول قرض کنم ما باید یه قطعه از این زمینا رو بخرم. کی پول داره که قرض بده؟ نوروز خان باش به حال. خونه‌شو 300,000 تومن فروخته. سلام عرض میکنم قربان. سلام علیکم آقای فرصتی. امروز دیر تشریف آوردید. سلام عرض میکنم. ما دلواپس شدیم. این یه دقیقه خواهش میکنم خجالت هم میدید آقا. یار داریم. اجازه بدین. اینو بذارین زیرتون تا شما امروز چرا انقدر تعارفی شدید آقای فرصتی؟ برای اینکه دوستتون دارم قربان. میدونی چرا آقای رخصتی؟ میدونم. برای اینکه تو این دنیای وانفسا این آقای نوروزخان بیریا به هم نوعش کمک میکنه بدون اینکه انتظار تلافی داشته باشه. این اخلاقو من از مرحوم نوروزخان معمار باشی جد بزرگوارم به ارث بردم. خدا بیامرز همیشه میگفت تا توانید نور به به دست قبرش آور. بباره. حقا که نوه یک همچه مرد بزرگی هستی. امروز از هر چی قرض بخوای میگه ندارم، ولی آقای رخصتی این مرد اینطور نیست. برای اینکه من معتقدم آدم وقتی میتونه باید به اطرافیانش کمک کنه که اگه یه وقتم احتیاج داشت بتونه به اینا تکیه بکنه. بله. مثلا من الان تو کار ساختمون افتادم، بله احتیاج به پول دارم. خب امیدم به شما دوستانه دیگه. اگه نفری 10,000 تومان به من کمک کنی خب کار من بالاخره راه میفته. متوجه هستین آقای فرصتی؟ والا بنده بعد این پرونده ها تا 1 ساعت دیگه رد کنم به آقای رئیس. بهتره در این مورد با آقای رخصتی صحبت بفرمایید. بنده در مدت این 30 سال خدمت فقط تونستم 5000 تومان پول کنار بذارم که اگر مردم و عمرمو دادم به شما خرج کفن و دفنم بکنم با شما. ببخشید. سلام. یه پایین. چی کردی؟ میخواستم راجع به تقاضاتون صحبت کنم. من هنوز نیومده میخوای بریم؟ تو بنا بود به مکاتبات خارجیمون رسیدگی کنی. باشه فردا بهتون قول میدم تا فردا زمین هنوز دور خودش میچرخه. بابایی ملاحظه میفرمایید 5 سال فرستادمش لندن یه اندلی تردلی کرده 6 ماه دست از پا دراستر برگشته. اول اینکه باری از دوش من برداره شب و روز دنبال دختراست. بفرمایید. همان از دخترای یه وام کردین؟ بچه ها دورم کردن دارم یه آلونک براشون به میسازم. سلامتی.
ولی حساب کتاب صندوق چه دست خودتونه. 20,000 تومن که خیلی زیاده، بودجه نداریم یعنی فعلا، ولی با 5,000 تومنش میتونم موافقت کنم. بیا نگاه کن. میدونستم با دختر قرار داره. خب بیا سوار شد. امروز با دست پر اومدم. برام چی آوردی؟ قشنگترین حرفای دنیا. میخوام برم پیش بابا. حالا تا آخر وقت خیلی مونده. میشه رفت تا جهنم و بردش. تو بهش نمیشه؟ میشه ولی پیدا نمیشه. شوهر کوچولو تو کی میخوای دست از این خلگیریت برداری؟ وقتی که تو دیگه دستمو پس نزنی. یه دقیقه. نه. وقتی لبات میگه نه، چشمات میگه آره؟ حتما. حتما؟ نه. چشم دروغ میگه. چشم هیچ وقت دروغ نمیگه. عرض نکردم پسرتون رو بلند کرد. اینا دختر نیستن که سخترن. نوروز خان میدونه؟ همه میدونن جز نوروز خان. آقای فرصتی، من امروز دیگه قضیه رو به نوروز خان میگم، وجدانم ناراحته. این کار 3 عیب داره. یکی این که جلو عیش 2 تا جوون رو من میگیره. دیگه نمیتونم. دوم این که تفریح کارمندا از بین میره. بدتر از همه اوقات نوروز خان تلخ میشه و ما نمیتونیم ازش مساعده بگیریم. با همه این حرفا من امروز بهش میگم. امروز بهش نگین. چرا؟ امروز میخوام ازش پول بگیرم، عصبانی بشه کارم عقب. بله. آقای نوروز خان. بله. سلام عرض کردم. نخودی بخند. نوروز خان. سلام علیکم آقای معمار باشی. من نمیدونم امروز همکارای من چشونه میرسن میگن آقای نوروز خان سلام علیکم، پشتشم هر لاحود یه چیز خنده‌دار دیدن مگه نه آقا رخصتی؟ گریه داره آقا، نخنده. آقای نوروز خان بنده عرضی دارم. آقا من عجله دارم، من باید برم مساله. کار من واجب نه به جون شما. آبرو در میونه. نه به سرتون قسم. موضوع حیثی. چرا جلو دهن منو میگیری؟ شیطون معرکه نشو آقا، بذار به کارم برسم. باشه آقا رخصتی آروم باش. پول لازم داریم. چقدر میخواد؟ هر چی بیشتر بهتر. من 40 تومن که بیشتر ندارم. خب همینی میدیم پیراهن میخریم. نه ترس، تا زیر سقف میاریم، بعد از بانک وام میگیریم. بینیم اسمش با من بینیم. برای من این گوزنه.
اینجاست که اینجا هم غلطه که. آقای معمارزاده پس این بیلان چی شد؟ آقای رخصتی پس این بیلان چی شد؟ 2 هفته است که گذاشتم روی میزتون، باید امضا کرده باشین تا حالا اینهاش جلوی چشمتونه. بفرمایید. سلام علیکم. تماشا کن تمام جوهرها رو ریختم روی این بیلان. اصلا نمیشید. تماشا کن. چی میخوای اینجا؟ پول لازمه. ندارم. کار لنگه. روز اول گفت با 70,000 تومن ساختمونی میارم زیر سقف. الان 140,000 تومن دادم هنوز به زیر سقف نرسیده. آقای معمار باشی دریغ از یک شادی. همش 5 تومن دیگه میخواد تا برسه زیر سقف. بقیه‌شو از بانک میگیری دیگه. چی میگه از بانک میگیری؟ مثل که بانک مفتی میده. من بیچاره باید قسط هست و پرشو بدم. قصه نخورین آقای نوروزخان. از قدیم گفتن پول عروسی و خونه رو خدا میرسه. فعلا که خدا داره جون منو بلبن. آقا رخصتی یه دقیقه بیا. بیا دیگه بیا. خبر اونجا در پنجره شما باشه؟ هیچی یه جریانی که اصلا به شما مربوط نیست. چکا بنویس بخواه بابا 10 تا تک تومنی تو حسابمه چی رو بردارم بنویسم؟ تاریخدار بنویس من خوردش میکنم. چک بی محل بنویسم؟ من هم چیکارا نمیکنم. بی محل که نیست، یه ماه دیگه از بانک میگیری میریزی به حساب. این چک خودت بنویس، یه ماه دیگه بهت میدم بریز به حسابت. این قلم و کاغذ کجا گذاشتی؟ اون چک کو درش بیار. درش بیار. بده من این چکو. بگی برای من بنویس بنویس نترس بنویس. کشتی من بابا من بنویس. چک بی محل تا حالا ننوشتم. اومدی خجالت هم نمیکشه. جان چه عشق میکنم. حیال خوردن آبرو رو خورد دادم. اگه این تیکر دستی تو میدیدن درست قورتش منم همین جالت هم خوب چیزیه. بابا ناروها میتونم شبش دست بکش بهتر ببینم. ایمان آقای ناجی تکلیف این قضیه همین امروز باید روشن بشه. تکلیف روشنه. من با شما کاری ندارم، با پدرتون طرف هستم. آقا تکلیف باید روشن بشه. تکلیف روشنه؟ برای پسر شما روشنه، برای دختر من تاریکه. برای دختر شما روشنه، برای فریدون و بندم روشنه. پس فقط برای من تاریکه؟ بله، دختر و پسر جوونن، همدیگه رو دوست دارن، با هم معاشرت میکنن. این خیلی روشنه. بعدم دلشو میزنه ولش میکنه، اون وقت تاریک میشه. چرا؟ اون میره زن میگیره، اونم میره شوهر میکنه. پسر شما میره زن میگیره، اما برای دختر من شوهر پیدا نمیشه. بنابراین برای شما و پسرتون روشنه، اما برای بنده حقیر و دختر بدبختم تاریکه. آقا من از معاشرت با دختر شما لذت میبرم. دیدن این دختر برای من مثل دیدن بهشت موعوده برای شما. یکی شدن دو موجود گناهه؟ نخیر ثوابه. ثوابش هم دختر بدبخت منه. دختر شما هم همینو میگه، اونم لذت میبره. دختر من غلط میکنه. اجازه نمیدم به نازی توهین کنید. وای جناب دختر من دست نزن. آقا جو خواهش تو نمیشه بزنم. خواهش میکنم اعصابتون رو کنترل کنه. خواهش میکنم بریم بشینیم. حیف که پسر این پدر هستی. متاسفانه پدرت از قلبش همیشه به عنوان یه دستگاه تنظیم کننده گردش خون استفاده کرده. بس کن خواهش میکنم. قربون شما که همیشه از قلبتون به عنوان کاروانسرا استفاده کردین. بله قربان. چای برده بیرون. چشم. من حال شما رو میفهمم، اما احساسات این جوونا رو هم درک میکنم. دنیا عوض شده، ما هم باید با جوونا تفاهم بیشتری داشته باشیم. هیچ کجای دنیا دو نفر به خاطر اینکه عاشق همدیگر محاکمه نمیکنن آقای عزیز. شما نمیتونید به دخترتون بگید با دیوارای اتاقش معاشرت کنه. خواه ناخواه دست یک نفر میگیره و به نظر من این نهایت سلامته. هر کس از واقعیت وجودش شرم کنه مریضه. خب اگه یه گندی بالا اومد چی؟ چرا اسمشو میذارین گند؟ بعد بذارم گند؟ عسل. بگید نابترین غزل. لابد خودتونم ماه عسل داشتید. ماه عسل منم میدونم، اون بعد از ازدواجه. برین کنار. من خودم با شما هم بشناسم، پیوند زناشویشون محکم‌تر میشه. بشناسن اما نه دیگه از هر جهت. زندگی لگد کردن پای کبر نیست که بشه با یه پوزش ازش رد شد. به اعتقاد من دخترها همسر و هم نفس آیندهشونو باید از هر جهت آزمایش کنن.
یاد اون روزا بخیر که زن با چادر سیاه میرفت خونه شوهر با کفن سفید میومد بیرون. فقط یادش بخیر. دنیا به عقب در نمیگرد. دوره ما زن و شوهر اول دفعه تو هجده هم دیگر میدیدن. شاید هم برای همین بود که 4 تا زن میگرفتن تا یکیش مطابق میلشون در بیاد. ما یه کفش میخوایم بخریم به 10 تا مغازه سر میزنیم، 20 جور کفش انتخاب میکنیم تا یکیشو انتخاب میکنیم. کاملا درسته. کفشی که ازش فقط 3 ماه استفاده میکنیم باید قشنگ باشه، راحت باشه، تنگ نباشه، گشاد نباشه. قبول کنید آقا تا پامونو توی 10 تا کفش نکنیم کفش مورد نظرمون رو پیدا نمی کنیم که نمیگیم. آقا مگه دختر من کفشه که شما پتو لا. آقا جون اگه ریگی به تای کفشت نیست مرد و مردونه بیا جلو صحبت کن. دختر من پدر داره، مادر داره، خونه داره، دختر سرایی نیست که همجوری دستشو بگیری ببری تو باغ. اون چی که مسلمه پسر من و دختر شما به هم علاقه دارن. ممکن این علاقه به ازدواج ختم بشه. بذارین سیر طبیعیشو طی بکنه. اول عقد کنن بعد سیر طبیعیشو طی کنه. اگه فریدون مایل باشه من حرفی ندارم. اگه حتی یه روز با آخر دنیا باقی مونده باشه میخوام اون روز با نازی باشه. آقا جون من نمیفهم تو چرا شعر میگی؟ بالاخره باشه یا نباشه؟ اوکی. که چیه؟ همین الان. نوروز خان اوکی به انگلیسی یعنی موافقم. برو بیرون. تو چرا گوش بایستادی؟ چرا اینقدر جیغ میزنی سر؟ میکنم تو داری پسرمو بیچاره میکنی. جیغ میکشم. بس کن مادر مستخت ما میشنون. جهنم که میشنون. وقتی تو جیغ میکشی تنها راه نجات خودکشیه. برو خودتو دار بزن. تماشا کن وقتی میگم این پسر هنوز وقت زن گرفتنش نیست. شکستن گلدون چه ربطی به زن گرفتن من داره؟ ربطش اینه که هنوز نیومده نفسش دامن منو گرفته. شما چه بخواین چه نخواین من با این دختر ازدواج میکنم. پس بی خودتون رو سبک نکنید. اگه تا فردا صبحم جیغ بکشیم من این دختره رو میگیرم که میگیرم. هیچی به پسر خود سرت نمیگی. تو خود سر بارش آوردی. اصلا حالا موقع زن گرفتنشه. خودش وبال گردن ماست نیست؟ درسته ولی خب ولی نداره بلند شو یه چیزی بهش بگو. آخه چی بگم یه زن؟ چیزی بهش بگو دیگه. بیر چی گفتی؟ یه چیزی. آخه چی؟ یه چیزی. چی بهت گفت ها؟ یه چیزی گفت دیگه. آخه چی؟ یه چیزی. چی گفت؟ همینو. چی؟ گفت یه کاری نکن که جیغ بکشه. اگه غیر از دختر آقای سمسام هر کیو بگیری جیغ میزنم. قاعدتا من نمیخوام برم تو اجله نه شما. لطفا برای مامان ترجمه کنین. خب راست میگه اون میخواد زن بگیره تو که نمیخوای بگیری. آره زن مال اونه اما عروس گدا گشنه آبروی من میبره. آبروی من مهم نیست. آبروی مامان مهم نیست. مامان همیشه در قضاوت عجله میکنه. نه دختر رو دیده نه خانواده‌شو میشناسه نه خونه‌شون اومده فقط میگه نه. این نه شما هیچی رو عوض نمیکنه. 4 تا خط شعر گفتی خیال میکنی حافظی. حالا تو روی خودم هم وای میسی. آقا دیگه عقل کل بس دیگه ماما. اگه عقل داشتی که شاعر نمیشدی. من شاعرم برابرتون مثل آینه. در آینه همتون نعره میکشین. آری تمام نعره های شما وزن و قافیه است. برو با اون شعرت. چه اشتباه بزرگی. چه اشتباه بزرگی. به شاعرانه ترین لحظه هایم میخندید چون گرگ پیر در آینه نعره میکشید. مرا نمیفهمید. مرا نمیفهمید. مامان بهتر اول دختر و خانواده‌شو ببینی بعد نظر بدی. شاید این شاعر دیوونه این دفعه راست میگه. راست میگه تو که خانواده‌شون رو ندیدی. دعوت کردن که من نرفتم. بله شما رو فردا دعوت کردن. من اومدم بگم که شما جیغ کشیدین. غلط کردن منو دعوت کردن. اگه من دعوت کردم غلط کردم. آخه اینجا جای مهمونیه. آخه ما خونه داریم زندگی داریم. کدوم خونه کدوم زندگی؟ اتاقا همه خالیه. همون اتاقای خالی 100 بار از این سنگ و کلوخ بهتره بالا. اصلا حقش بود دعوتشو میکردین کاباره. آره نه اینکه خیلی پول داریم. راست میگه بابا جون من یه کاباره میشناسم قسطی میگیره. برو بابا حالا خیلی قسط کم داریم بیا ما به ما قسط کاباره رو هم بدیم. همینجا از همه بهتر. هم ارزون تموم میشه هم میتونیم پوز خونه‌مونو بدیم. چرا کتتو نمیپوشی؟ هنوز که نیومدن. وقتی اومدن میپوشم خانم پوزی. امروز چه خبره معمار بشی؟ بله برونه.
ناروز خان شیرینی بچه ها یاد نره. خیلی خوب مهمونا که رفتن هر چی مون میدیم به بچه های شما. چشم. تو رو خدایی معمار رو دست به سرش کن. میترسم جلو آقای ناجی و خانمش آبروریزی کنه. آخه خانمش خیلی سطح بالا. پیادش کن. چرا؟ جیغ میزنم. چشم چشم. میخوای آبروی منو ببری؟ نه میخواستم خودتو ببرم. روز اول آشنایی بدون راننده. آقای ناجی و خانومشون روز اول آشنایی با خانواده عروس، اونم بدون راننده. افتضاحه. ریختشو ببین، کراواتشو ببین. 100 دفعه گفتم اون کراواتی که از پاریس آوردن بزن. اصلا یه همچین روزی باید لباس اسپورت بپوشی. برخورد اول خیلی مهمه. هنوز نمیفهمه. موهاش سفید شده، هنوز این چیزا رو نمیفهمه. آقای مهندس. چرا اینقدر دیر کردی؟ بگیر بذار تو گلدون. همین یه شاخه گل گرفتی؟ مامان تک گل دوست داره. این دیگه چیه؟ مامان ویسکی دوست داره. چرا همچی میکنی؟ مامان خرمالو دوست نداره. ای با خاک به سرم، چرا خرمالو رو دور میریزی فریدون خان؟ میگه مامانش خرمالو دوست نداره. نوکر چی شد؟ پیش خدمت هتل ساعتی 40 تومن میخواد، 3 ساعتم کمتر نمیاد. خاک بر سرم، چه آبروریزی شده. ببین یه کار دست تو سپردم بی ارزه. مگه شما پیش خدمت نمیخواید؟ من از چوب پیش خدمت میترشم. گوش کن همایون، برو به نوروز خان بگو تا مهمونا نیومدن این معماره رو دکش کنه بره. این کدش هم بهش بده بپوشه. زود باش. بدو. اگه 2000 تومن دیگه جور کنی میتونیم از با این پول در این قضیه یک شایی. بابا جون مامان گفت اینو بپوشین. بیا. چیه؟ چی میگه؟ من نمیفهمم. من فهمیدم. پول داره. چیه؟ ها؟ معماره رو. چی میگی؟ کولا چیه؟ بیا اینجا. ببین باید خیلی مؤدب باشی ها، فهمیدی؟ سینی چای رو اینطوری دستت میگیری، فهمیدی؟ اولم تعظیم میکنی، بعدش هم اول چای رو به خانما تعارف میکنی. آفرین پسر خوب. حالا برو ببینم چیکار میکنی. شما اگه کار دارین میتونین تشریف ببرین ها، میتونین تشریف ببرین. کار که دارم، اتفاقا خیلی هم واجبه، اما فامیل به درد یه همچی وقتا میخوره دیگه. منت سرتون نمیذارم، میمونه. آقای معمار، ما مزاحم شما نمیشیم. اینطور که معلومه اینا ممکنه تا 1 ساعت دیگه هم پیداشون نشه. بلکه هم 2 ساعت. بفرمایید. هر جور میل شماست، فقط باعث گله نشه ها. اختیار دارین آقا. فریدون خان، بابا چه خبره؟ فریدون خان، این موزیک رو یخته کمش کن، بابا گوش آدم کر میشه. مامان موزیک دوست داره. امروز هر کاری میکنم به خاطر مامان فریه. هر چی مامانش دوست داره باید فراهم کنه. اومدن. چه به موقع رسیدن، خوب شد نرفتم نه؟ آقای معمار هنوزم میتونیم برین ها. نه دیگه تو صبر کنید. خوش آمدید. و آقای نوروز خان. بفرمایید.
بفرمایید. خیلی ببخشید که اینجا از شما پذیرایی میکنیم. همش تقصیر نوروزخانه. هرچی گفتم ما خونه داریم، زندگی داریم، میگه نه الا و للا که باید از مهمونای عزیزمون سر ساختمون پذیرایی کنیم. حالا انشالله ساختمون که تموم شد اون وقت باید پذیرایی مفصلی بکنیم. طبقه پایین یه سالن بزرگ ساختیم برای پذیرایی. اتاق خواب بفرمایید خواهش میکنم. طبقه دومه 5 تا اتاق خواب. البته هر کدومشون یه حمام جداگانه داره. همه بیریا هستن دیگه چه کنیم؟ ما که نمیخوایم پوز بدیم. بله آرکیتکتتون کیه؟ بنده سلام عرض کردم، شما متوجه نشدین. چاکرتون کریم آقای خوشخلق معمار. ما مثل شما تازه با این خانواده آشنا شدیم. منتها شما مادر دومادشونین، من پدر عروسشونم. مادر دوماد انبونه باد. البته تقصیر ایران خانمه که ما رو به هم معرفی نکردن. بله دخترشون لیسانسی است. با همایون جون ما تو یه اداره کار میکنن. بله البته آقای معمار باشی تو کار خودشون خبره هست. به جون شما، به جون یه دونه دخترم تا حالا 50 تا آپارتمان ساختم. در کدوم ناحیه؟ سرسبی؟ سرسبی؟ آره پر جمعیت ترین ناحیه پاتخت. اگه بگین یکی از این ساختمونای من چیکه کرده یا پیش تکون خورده ابدا. شما چای مرسی میل ندارم. این مهندسای تازه به دورون رسیده خونه هایی میسازن که سر 2 روز چای مستراش گلاب به روتون پر میشه. گلاب به روتون پر میشه. اینا این کاره نیستن، به ساز و به فروش نیستن. هر کار کردیم دنبال کار دیگه. یه دقیقه بیا. الان حرفم تموم بشه چشم. میترسم نسبت به سرکار علیه خانم بی حرمتی بشه. خونه میسازم برای فاضلابش لوله 7 میذارم. خانواده 8 نفری گلاب به روتون رون به دیفا بی ادبی میشه. روزی یه دفعه هم بخوام برن دستشویی خب گلوگاه چاگیر میکنه. حالا وای به موقعی که این خانواده 8 نفری مسمومیت غذایی پیدا کنن آخ میزنه بالا. این مجون مهربونیه. مامان همیشه به من میگه شاعر دیوونه، اما هیچ وقت دست من رد نمیکنه. خواهش میکنم بفرمایید. مامان بفرمایید. نمیخوام. خواهش میکنم. مامان جیغ میزنم ها. شما هیچی میل نکردین خانم؟ نه اصرار نکنید. اصغر برو یه چند تا چای ورده بیا. رو چشمم قربان. معمار داره رد کن برن آخه. یه چیزی میل کنید. برای سر کارتون مگه اینجا سیم نماست؟ با تو هم پسر عوض این که واسطی بر نگاه میکنی روی اون سیمانه یه خود آب بریز ترک نخوره. ماده شو قیافه چرتیکته ببره اون برم بریز. جونم مرد مرده. اون شیره آب واکن بله. باشه. ندارم. پول لازمه. ندارم. سلام. ای با چرا نمیفرمایین تو؟ اینجا منزل خودتونه. منزل خودمونه ولی اختیاردارش نیستم. الان 10 روزه از موعد تخلیه. شما حق دارین آقا. والا به خدا ما سر این ساختمون جونمون به لبمون رسیده. همش تقصیر این معمار باشیه که هی کارو کش میده. پدر آمرزیده وقتی پول نباشه کار میخوابه دیگه. تقصیر این نوروزخانه که به موقع پول نمیرسونه. من که هرچی پول داشتم دادم. اساسیه خونم هم فروختم، مصالح خریدم. دیدم تا اسکناس چاپ کنم که هر کی خونه میسازه باید پای خرجش هم باشه. معمارم باید بدونه که ساختمون چقدر خرجش میشه. روز اول گفتی 200,000 تومان، تا حالا 350,000 تومان دادم، هنوز به نازکاری نرسیده. تقصیر من چیه که مسائل گرون شده؟
ببین این آخرین پولیه که تو کیف من باقی مونده، 500 تومن دیگه هم ندارم ها. عصبانی نشید، روی همدیگه رو ببوسین و دعوا رو بذارید کنار. این 500 تومن که برای ساختمون پولی نیست. پولی هست یا نیست؟ 2 روز که کار تو رو راه میندازه. برو به کارت برس بابا، برو به کارت برس. با کدوم پول؟ با همین 500 تومن دیگه. کدوم 500 تومن؟ از یه طرف میگیره از یه طرف میذاره زیره. شما نیدی؟ چرا اینجاست؟ من بابت طلبم برش داشتم. شما برداشتی؟ هر یه روزی که از مورد اجاره بگذره 50 تومن باید کرایه بدید. 10 روز گذشته میشه کدوم 500 تومن؟ چرا پرت میگی؟ شما خودت تو مدرسه تعهد دادی، امضا دادی، حالا میخوای بزنی زیرش؟ ببین هر چی میکشم زیر سر توه. تو خونه خودم راحت نشسته بودم، حالا 200,000 تومن رفتم زیر بار قسط. اساسیه خونم به باد رفته، خونم هم تموم نشده، روزی 50 تومن باید کرایه خونه خودم بدم. من به خونه آبا و اجدادیم کرایه نمیدم. دیگه برو به کارت برس. برو به کارت. کرایه نمیدی، پس تخلیه میکنم. همین پس فردا اسباب کشی میکنم. ایوا خاک به سرم، کجا اسباب کشی میکنم؟ چرا میدونم؟ میرم تو همون خراب شده که این نامعمار واسه ما ساخته. زود باشین الان صاحبخونه با اساسیه‌اش میاد. به ما چه کلام میاد؟ شما 3 ماه کرایه پیش از ما گرفتید. فعلا برو، بعدن یه ترتیب واسهتون میدم. بدو قربون قدرت برم الهی، بدو جانم. حالا ما امشب کجا بخوابیم کریم آقا؟ امشب رو یه جوری سر کنین من تا فردا براتون جا پیدا میکنم. آقا پس من چی؟ تو بیا خونه خودم. ای روخان برو سوار شو. زود باش. کجا داری میریم؟ اسباب کشی میکنیم؟ آره. به این زودی؟ اگه شما اتاق نمیخواین بچه‌ها، من یه ساختمان دیگه نیمه کاره امروز میدم در پنجره یه اتاقش بزنن که شما فردا بتونن اسباب کشی کنین. متوجه شدین؟ 1000 تومن کرایه 3 ماه پیش دادیم رد کن بیا. به نه بابا جون، اون ساختمون تا 3 سال دیگه هم تمام نمیشه. برو ببینم، برو با میره دیوار حرکت کن. برو یادم ببینم. بدو خدا نیازه. سلام علیکم. سلام علیکم. نزی بیا یه کاری باید دارم. همش با این دختر من کار داری. برادر من شیرینی خوردهشه دیگه. تو هم با 1000 بدبختی یه پولی جور کردم. باز که داری نگاهشون میکنی بریم. من تونستم این 30,000 تومن رو تهیه کنم، منتها نمیخوام بابات بفهمه که من دادم. فری تو چقدر خوبی. از کجا آوردی؟ هدیه مامانمه. انگشتر برلیانه 110 تومن انگشتر برلیانه. انگشتر برلیانه و دوز بود. چی شده؟ چی گم شده؟ به سر زود خانم باور کنین من چیزی ندارم. من خانمم، خیلی هم خانمم. ساکت. 100,000 تومن برای من مهم نیست، اما تو خونه من نباید دزد باشه. من خیلی خانمم، تو همیشه چای میدزدی. باید بدونی که من خیلی خانمم، تو همیشه قند میدزدی. تو بنزین ماشین دزدیدی. تو یک دفعه سوزن نخ دزدیدی. من دزدیدم خانم. تو از باغچه گل چیدی. تو میدونی من کیم؟ شما خانمی. نه خیر، من خیلی خانمم. تو چوسفیل دزدیدی. میدونی انگشتر برلیانمو دزدیدم. نه اونا ندزدیدم، من برداشتمش. بده به من. فروختمش. ماما من این لباسو کجا آویزون کنم؟ چه میدونم، گل اون میخ. نه خیر، اون میخ مال منه. این میخ مال همه است. دیدی؟ من نگفتم اون میخ مال منه.
خیلی خوب بیا مال تو، مثل که نوبرش آورده. لباسم خاکی شد، نگاهش کن تو رو خدا. ببین چی کار کردی؟ چی کار کردم؟ تازه لباس خودم چی؟ لباس خودت بهت بس دیگه، شما هم وقت گیر آوردین. هزار جور بدبختی داریم. از تو 8 اتاق اومدیم توی اتاق خشک و خالی. همینجا باید بپزیم، همینجا باید بخوریم، همینجا باید بخوابیم. اون وقت شما سر یه میخ دارین دعوا میکنین. اوقا تلخی نکنیم بابا. مگه میخ نمیخوای؟ بیا اینم یه میخ دیگه. بیا. آخه یه دونه میخ چه دردی میخوره؟ چه دردی رو دوا میکنه؟ من نمیفهمم. چند تا میخ میخوام. خیلی خوب بابا، بیا اینم یه میخ دیگه. بابا خفن کردین بعد که راجع به میخ حرف زدین. همش تقصیر خودت نوروز خان. اون خونه 8 اتاق داشت، آوردی اینجا آلاخون بالاخونمون کردی که چی؟ راست میگه آقا جون، 4 نفر آدم توی این اتاق خب چه جوری زندگی کنی؟ تقصیر شماست آقا جون که خونه رو با عجله آخر منو گرفتی بردی محضر. آخه یه مرد عاقل و پخته مگه عقلش رو میده دست یه جوون خام؟ شب و روز به من قول میزدی که بچه‌ها خونه مدرن میخوان. بابا من زن به قول تو ناقص العقل یه چیزی گفتم، تو چرا قبول کردی؟ تو عمرت یه حرف حسابی زدی، اونم همینه. چی میخوان اینجا؟ مگه اینجا سینماست؟ واقعا خدا رو شد امروز اعصابم راحته. این گرفتاری مالیم که حل شد، مثل که یه کوه از رو گردن برداشتن. بفرمایید. الحمدلله. مرسی. اصلا خودم نفهمیدم چجوری حل شد. دخترم 30,000 تومن کمک کرد. از کجا جور کرد؟ قرض الحسنه آقای فرصتی، قرض الحسنه. هنوز آدم خوب پیدا میشه. میگه کو به کو نمیرسه اما آدم به آدم میرسه. این آدمای خوب کجان که به ما یه کمکی بکنن؟ به موقعش میرسه. همین کار خدا. آقای فرصتی، کسی که با خدا باشه هیچ وقت درد نمیکنه. بله 6 ماه حقوق بازنشستگی ما پیش فروش کردم 5,000 تومن. نوش جونش، کار منو راه انداخت. بذار 1000 تومنش همون بخوره. این 35 تومن هنوز تا 80 تومن خیلی مونده. ماشین همایونم 10,000 تومن قیمت کردن. همین روزا قرار معامله بکنه. 10,000 تومن هم آقای رئیس قول دادن به من کمک کنن که از سال دیگه ماه به ماه قسطی از حقوقم برداشت بکنم. این یکی دیگه من باور نمیکنم. چند دقیقه دیگه باور میکنی؟ قرار ساعت 11 صدام کنی. تا 80 تومن هنوز 15 تومن دیگه کم داره. اونی که اون بالا نشسته خودش همه چی رو جور میکنه. بله. پریشب از فکر خیال این خونه و بی پولی خوابم نمیبرد. پا شدم رفتم رو پشت بوم، این کاسه آسمون رو نگاه کردم، اشک تو چشم پر شد. گفتم خدایا یه غلطی کردم توش موندم. تو هیچ وقت نذاشتی نوروز خان در بمونه. این دفعه به خودت واگذار میکنم. 2 روز طول نکشید همه کارا جور شد. خدا گر ز حکمت ببندد دری ز رحمت گشاید در دیگری. نوروز خان، آقای رئیس با شما کار دارم. بفرمایید. ز رحمت گشاید در دیگری. بله. با اجازه آقایون. ببخشید معذرت. چطور این در رحمت به روی ما باز نمیشه؟ از حق نباید گذشت. نوروز خان با جون و دل کار میکنه. مگه من و تو کم جون میکنیم؟ از جای دیگه آب میخوره. حالا باید دید از کجا آب میخوره. از همون چشمه که پسر آقای رئیس آب میخوره. آقا تهمت نزنید. منظوری که ندارم، اونا قراره با هم وصلت کنن. مردم زیرنگن. بی خود نبود دختره رو هر روز میابرد اداره. از این به بعد هر جور گرفتاری داریم باید دم نوروز خانو ببینیم. دزدیده؟ آره، انگشتر 100,000 تومانی رو فروخته 30,000 تومن. پولش هم داده به اون دختره بی سر و پا. خودش کجاست؟ من از خونه انداختمش بیرون. ممکنه بیاد پیش تو هم باید بندازیش بیرون. اون نوروز خان صندوقدار دزد خودت هم باید بندازیش بیرون. همش زیر سر اونه. شنیدی چی گفتم؟ سلام. یه مش دزد دوره براتون گرفتم. پسر دزدی، صندوقدار دزدی. سلام. همه دزدن. تو متوجه نیستی. یه مش دزد دوره براتون گرفتم. پسر دزده. پسر دزده. صندوقدار دزده. دوست من پسر دوست نمیخوام. شما از حماقت این جوان خام استفاده کردین. صندوقدار شرکت باید مورد اعتماد باشه، اما شما دیگه مورد اعتماد نیستین. میدونین چرا؟ برای اینکه در این سرقت خانوادگی شما هم شریک بودین. من یه عمر با صداقت زندگی کردم. از این ماجرام هیچ اطلاعی نداشتم. پسر شما هم گناهی نداره. در این کار حسن نیت داشته. بفرمایید اینم پولتون. منم تو شرکتی که بهم اعتماد نداشته باشن کار نمیکنم. 5,000 تومان مساعده گرفته بودین. تربیت. ناراحت نباش. زندگی نشیب و فراز داره. گهی پشت بر زین، گهی زین به پشت. اگه آدم یه جا بمونه مثل مرده بو میگیره. بریم. بفرمایید قربان. قربان تبریک عرض می‌کنم. یه عرض خصوصی داشتم. با نفوذی که جناب عالی روی آقای رئیس دارید یه لطفی بفرمایید. باشه
خیلی متشکرم. خداحافظ. خداحافظ. برابر. سلام عرض میکنم قربان. سلام علیکم. سلام قربان. خیلی معذرت میخوام. اگه ممکنه با آقای رئیس بگید یه خورده مساعده به بنده با آقای نوروز خان بکنید. چشم میده ما به شما. بسیار. خیلی متشکرم میشم اگه به عرض بنده برسید. سلام قربان. سلام برید. سلام علیکم. خواهش می‌کنم برید کنار. بسیار خوب. بسیار خوب. شما چی می‌خواید؟ خودتون می‌دونید که من عیال بارم قربان. بسیار خوب. بسیار خوب. سلام قربان. سلام قربان. سلام علیکم. سلام علیکم. سلام. خداحافظ شما. پس ماشینت کجاست؟ پیش صاحبش یه امانتی بود که ازم پس گرفتم. اون ماشین هیچ وقت مال من نبود، همونطور که زندگی مال من نبود. شایدم من تو این زندگی وصله ناجور بودم. حالا در هر صورت ماشین نیست، خونه نیست، اما فریدون هست. عیب نداره، عوضش از حال پیاده ها با خبر میشی. همینطور مسائل بی خونه ها. امشب اولین شبیه که حتی یه سقف نیست که من زیرش بخوابم. لحظاتی هست که آدم میفهمه هیچ چیز مال خودش نبوده، حتی خودش. خیلی تلخ. احساس میکنم از همیشه خالی ترم. بی خودیم. مرد باش، بیا بریم. تازه به قول خودت اولین شبیه که مال خودتی. وقتی که اینا رو داری احتیاج به ماشینم نداری. قصه سقفم نخور، ما تو خونمون یه سقف داریم. خدا شانس بده. ساعت 10 اومده، ساعت 11 داره میره. آتیش کلفته. خب معلومه نور چشم آقای رئیسه. من اونجا دادم 7000 تومنم برای مصالح باید بدم، 4500 تومنم که بابت لوله کشیه، 3000 تومن قسط اوله. 30,000 تومن چرا پس دادی؟ مال خودشون بود. مساعده رو چرا پس دادی؟ بابت گچ باید. مساعده رو چرا پس دادی؟ 3000 تومنم بابت گچ. اونجا نمیخوان دیگه من کار کنم. حقوق بازنشستگی تو که پیشخور کردی، شرکت هم که نمیخوای بری، پس از کجا بخوری؟ از کجا قصه رو بدی؟ لا اله الا الله. آخه بابا ساختمون از کجا میخوای؟ بابا میذاری به بدبختیم برسن؟ برو عوضی حرفا به کارت برس، برو فکرشون کن. با کدوم برنج، کدوم روغن، کدوم چراغ، با کدوم آشپزخونه؟ توی اتاق کوچک جونم به لبم رسیده. 30 سال تو 8 اتاق فرش کرده خانومی کردم، حالا توی اتاق خرابه رو گلیم باید زندگی کنم. درست میشه عزیزم، قصه نخور. 3 ماه دیگه این خونه درست میشه مثل دسته گل. بازم تو 8 اتاق خانومی میکنی. حالا پاشو برو یه خورده فکر شام کن. امشب فریدون مهمون ما. حالا تو این یه دونه اتاق مهمونم دعوت کردی؟ خب نامزد دخترمونه، باباش از خونه بیرونش کرده، نمیتونه تو خیابون بخوابه که. مگه شب اینجا بخوابه؟ جا قد بود اومدیم توی این خونه وسط بر بیابون، آدمیزاد اینجا لخت میکنن. با خاک به سرم بمیرم. چی شده دخترم، چرا گریه میکنی؟ به بدبختیم گریه میکنم، زندگیمو نمیبینی؟ چرا؟ همش تقصیر خودته. از اول هر کاری کرد هیچی بهش نگفتی تا به این روز افتادی. آخه عقلم خوب چیزیه. کسی که میخواد خونه بسازه یا مهلت میگیره یا خونه اجاره میکنه، زن و بچهش راحت باشن. فکر نکردی 4 نفر آدم توی اتاق خرابه چجوری زندگی میکنن؟ خانم جان سلام علیکم. سلام مهمان. به سلام و زهر مار. حالا بیا سر کار. کدوم کار؟ من نزدیک کسی کار میکنه. یه هفته است مزدمون رو ندیدی مهمان. مگه من باید مزد بدم؟ برو حساب کار بگیر. حساب کار میگه دادم به معمار، این میگه دادم من داده. بیچاره‌مو این میز گردن اونم میز گردن این. بابا چه خبره؟ چرا داد میزنی؟ به ناروز خان بیا جواب اینا رو بده. باشی باز جر داری میزنی. پیروز 5000 تومن دادم که حساب اینا رو حساب کنی. 500 تومنش دادم به آهنگر، 4500 تومنش مصالح خریدم. ساختمون خرج داره. برای مصالحی که من چک وعده دار دادم، این پول مال این بیچاره‌ها بود. آخه معمار باشی سزاواره که موزه این بیچاره‌ها رو بگیری بریزی تو جیبت. بریزم تو جیبم؟ من جیب لامصب این کار گذاشتم. آقا چه میدونم از پدردنت بپار. چی شده معمار باشی؟ از ابدیه گرامت بپار. هرانگیز خانم شما قضاوت کنی. روز اول تو خونتون گفت چند حساب میشه؟ 200,000 تومن. تا حالا 300,000 تومن دادم. اینی که ملازم میفرمایید. راست میگه آقا جون، این زندگی واسه اینا درست کردی؟ فرانگیز تو دخالت نکن. چجوری دخالت نکنم؟ با زندگی مردم چرا به تو بازی می‌کنی؟ مربوط نیست. خیلی هم به من مربوطه. ما با هم فامیلیم. تو فامیل که کلک نمیزنن. فرانگیز خفه شو. خفه شو برای که حرف میزنه.
میدونی چیه؟ این آقا 2 خونه بساز و بفروش با این ساختمون شروع کرده و توش مونده. هر وقت حساب پول به میون میاد قولش یادش میره. دروغ میگم. چی شد فرنگی جان؟ چی شد؟ ناراحت نباش. چه خبره نوروز خان؟ چیزی نیست. هیچی فرنگی جان ناراحت. 2 تا پیمونه برنج اضافه کن. فرنگیس هم امشب اینجاست. دوست دارم. از اینجا تا روز قیامت. امشب اولین شب زندگیمونه. آره امشب شب عزیزیه. شب یکی شدن من و توه. حس میکنم آدم دیگه ای شدم. از گذاشتم بدم میاد. انگار تازه به دنیا آمدم. کجورم؟ مگه خونه ندارن که اینجا خاک تو سری میکنن ها؟ لابد خرابه مزدش بیشتره. خرابه بیابون. چرا آه میکشی؟ یادم قضی فاطمه افتاد. زندگی رو باید تو چشمای تو پیدا. چشمای من دروغ میگه. نه هیچ وقت دروغ. ارباب چیه؟ چه خبره؟ اونجا فسخ و فجور میکنی یعنی فسخ و فجور. آجار بزنی تو سرشون. آجار بزن تو سرشون. آره هرچی بزنی که یامان بیارن. عجب دوره و زمونه شده. اینجا خوب نیست. عوضش هیچ کس اینجا نیست. فقط ستاره هم ممکنه به ما حسودیشون بشه. اون بیل اول من. بیا بالا. شدش بپر. خونتون گردن خودشون. چی میزنید؟ چی میخواید؟ بسته دیگه کشتینش. کشتینش چی میخوای؟ برده فرار کنی. بچم دیگه. خدا جونم. فرین جونم حرف بزن. فرین بلند شو. عوضش هیچ کس اینجا نبود. بلند شو. تکیه‌تو بده من. بلند شو. خانم بزرگ دیگه دیر وقت شب باید بمونیم. نوروز خان تعارف نکنین، جاتون تنگه. 2 تا مهمون دارین، من دیگه زیادی هستم. همایون جون بلند شو منو برسون خونه مادر. فقط شما یه نفر زیادی هستین. چه حرفا مادر؟ هیچ کس زیادی نیست. ایران جون باشو شام نازی و فریدونو بیار، حالا دیگه باید پیداشون بشه. باشه. ماما خدا مرگم بره. شده نازی داشتیم جامعه شدیم. تا آدم با چوب ریختن سرمون. یا اینجا ببینم بابا دوست بودن. شاید شبگرد بودن. ببخشید بی زحمت یه حوله و یه خورده آب گرم بدین صورتشو پاک کنن. حالا دوست بودن یا شبگرد؟ نه دوست بودن نه شبگرد. این دوستا چرا نمیان ما رو بکنن؟ پس آخه اینا کیا بودن ریختن سر شما؟ هر چی بوده تموم شده، چرا بازخواست میکنی؟ بله سلوات بفرستین، بزرگ میشن یادشون میره. دیگه هم یادتون باشه که شب حوس پیاده روی نکنین. باشین حالا شامتون رو بخورین. باشین دیگه باشین. ما شامیمونو خوردیم. آره اینها. تو خوردی این که نخوردی. واسه منم بخورم. خیلی خب ولی یه لقمه خواب که پیدا میشه دیگه. خواب گشنگی سیری نداره که. خاک بسرم این همه آدمو کجا میخواین بخوابونین؟ همایون جون بلند شو منو برسون خونه. خانم جون ساعت 10 شبه. بابا یه شب که 1000 شب نمیشه. من همتون رو جا میدم. در این لافه در این لافه همایون بیا سرش میگیرم. میگم خوب شدیم لافترکر نفروختیم ها. تنش کنین وسط اتاق. قشنگ تنش. باریکلا. هممون میریم زیر لحاف. خاک بسرم کنن همه اون زیر یه لحاف بخوابی. من الان درستش میکنم. اون بالشتا رو کمک کنیم بیارین. اول فریدون رو بیارین. بابا جون نه اومد بشین. یه فرنگی بالشتا رو بیارین. زهرا این طرف میخوابن، مردا این طرف. برین زیر بینن.
لباس خوابم دیگه نمیخواد، همینجور با لباس خوابی. هوا سرده با لباس خوابی. خانم کامر رو منبره ببینید راه. آقا جون شما چرا نمیخوابین؟ خوابم نمیبره. تمام اون چیزایی رو که یک عمر من میکردم به سرم اومده. چک بی محل دست مردم دادم، قسط بانک عقب افتاده، پول کارگرا رو یه هفته است ندادم، کار ساختمون لنگه، باید مصالح بخریم، حقوق بازنشستگیم هم که 6 ماه پیش خورد کردم، از شرکتم که بیرونم کردم، چه خونم که هست. چطوری بخوابم؟ بابا من خوابم نمیبره. چرا بابا جون چرا؟ از که شما حرف میزنی. دیگه حرف نمیزنی بابا، بخواب 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 بخواب. بابا جون میخوای ماشینمو بفروشم 6-7 تومانی میخرنش. نه بابا تو هم عشقت این بود که این خونه ساخته بشه با ماشین بیای توش. خب پس چی کار میکنی؟ نمیدونم والا. من میفروشمش بابا جون. من نمیذارم ماشینو بفروشی، فهمیدی؟ این موضوع به من و پدرم مربوطه. به من مربوطه که باید منتظر تاکسی بشم. نمیفروشه بابا، بیا برو بخواب. اصلا ماشین مال خودمه، میخوام بفروشمش. دیرم نمیخواد بفروشی. بابا جون چه خبرتونه؟ خانم جون خوابیده؟ بیچاره خانم جون، من دم در انداختن، هی زیر گوشم داردار میکنن میگن خانم جون خوابیده، خانم جون خوابیده. پرنگیز خانم چرا سرتون بپرسید؟ دلم خوش بود که شوهرم یه ماشین داره، اونم داره میفروشه خرج ساختمون بکنه. خب این ساختمونیه که خودتون رو دست ما گذاشتین. فرنگیز وقتی قرض دور پدرمو گرفته شب خوابش نمیبره، من ماشین نمیخوام. این بابایی که اینقدر سنگشو به سینت میزنی آیا حاضر یه دنگی خونه رو به اسم تو بکنه؟ بابا من که این خونه رو با خودم تو گور نمیبرم، مال بچه‌هامه دیگه. 6 دانگش مال ایناست. نه خیر، یه دنگش مال منه. یادت رفته 20,000 تومن جیرینگی ریختم تو دستت؟ خانم یه دنگ این خونه 80,000 تومن میشه. 20,000 تومن شما با نزولش هم 80,000 تومن من نزول خورم 20,000 تومن پول بی زبون ریختم تو دست این مرد، حالا به من تهمت میزنه. ایران همش تقصیر توئه. اگه نمیومدی گریه زاری کنی هرگز پول دست این مرد من نمیدادم. مگه تو گریه و زاری کردی؟ این خانم جون بخوابم. مردشور پول اون خانم جون رو ببرن که اگه میدونستم 70 سال سیاه نمیگرفتم. مردشور خودت ببرن با این خراب شده که برای دختری بیچاره من درست کردی. خانم جون آقا جونم در واقع برای راحتی مامان خودش رو زحمت انداخته. خودش سرش بخوره دختری بیچاره منو آلاخون بالاخون کرده. برو خدا رو شکر کن که تو این خونه مهمونی بچه. بلا چی؟ بیرونش میکردی؟ جرأت داری بگو. با تیپا بیرونش میکردم. پس منم بیرون کن. خواهش میکنم شما بفرمایید. خانم جون مگه بچه شدی نفسشم کجا میخواید بریم؟ مامان شما یکی که بگو مگه نفسشم میشه تنها بره. منم باهاش میرم. بابا جون مامانم داره میره. چیکار کنم برم رو دست پاشون بیافتم؟ الهی این خونه رو سرت خراب بشه. الهی که چا زیر پات باشه. بابا راست راستی دارن میرن آخه. خیلی خوب برو برسونش. بریم خودم نمیتونم توی خونه برم. حالا ناراحتم. خب دیگه رسیدیم، بیا پایین. دستت میذارم تو دست نوروز خان تا دیگه واسه طلبت صبح زود در خونه نیاد. ببینیم و تعریف کنیم معمار. بیا بریم تو. دیواره حیاط هنوز نچیدیم؟ مگه مصالح نداریم؟ مصالح داریم، کارگر نداریم معمار. پس اینا چی هستن؟ کار نمیکنن. پس بفرما اومدن اینجا مهمونی؟ چشم کنم. چرا نمیرین سر کارتون؟ دوانش ما دیگه که برسیم نزدی کار کنی. تا مزدمونو ندین از جامون بلند نمیشین. نزدی نه به بابا راه نمده. حالا امروز هم برین کارتون رو بکنین. هر روزه که مزد نگرفتیم. ناروز خان چیه بابا چیه؟ چیه؟ بیا بابا جواب اینا رو بده. جوابشو من نباید بدم که مگه نگفتی مزد بنا با من؟ بنا رو گفتم، اون حاضره، حرفی نداره، اما کارگرها مزدشون رو میخوام. میدونی چیه؟ اصلا از امروز کارگر نمیخوام.
خودم میخوام عملی کنم. پوزای برو سر کاره. دیوار رو بچی میدن. میخوام خودم کار کنم. چی شدی؟ یه طلبکار اومده. از کاری که خودش داره عملگی میکنه چجوری طلبمو وصول کنم؟ زیر قرارداد شما امضا کردیم، من پولمو از شما میخوام. راهش اینه که بریم سر کوی چند سفته بخری بیاری بدی امضا کنی که اقلا دستت یه جای به هم باشه. خیلی بیا بریم. شما نمیفرمی؟ نه من تو فامیل رو درواسی دارم. حالا ببینم شما میتونید تمامش رو وصول کنید. به من میگن اثر خطی. من برای کار کلی ابزار دارم انتخاب کنید. بازم بیاد. اینو بذار سر گلی نشن. کجا؟ کجا رفته؟ نوروزخان کیه؟ نوروزخان کیه؟ از اونا بپرس. نوروزخان کیه؟ آقا اینا تو شهرداره. اینا نوروزخان کیه؟ داداش نوروزخان کیه؟ اصلا رادیو رو خاموش کن. چیکار کرد؟ گفتم نوروزخان کیه؟ چه فرمایشی دارین؟ من فرمایشی ندارم. اینا باز فرمایش دارم. نوروزخان تویی؟ نه بابا من عملشم. خودش کجا؟ خودش فردا میاد. یعنی نه فردا میگم نمیگم پس فردا میاد. یعنی اگه بخوایم واقعا وصول بکنیم 10 روز دیگه میاد. یا امروز وصول میشه یا اربابت خطی میشه. فهمیدی؟ من اهل شوخی موخی نیستم. من اینجا بست میشینم. نوروزخان تشریف ندارن. آخه سیمان میخوای. تو کارت ادامه میدم سیمان میخرم. باشه برو. سر اصلا خطی رو شیر مالیده خطیش میکنم. به خدا اگه امروز پول نده چکو میذارم اجرا. من گذاشتم اجرا اومدم اتمام حجت کنم. کسی که پول نداره غلط میکنه خونه میسازه. ولی نوروزخان مال مردم خور نیست، نداره که بده بابا. خب پول نداره خونهشو بفروشه. آره راست میگه، اگه نداره خونهشو بفروشه. این آجره رو با پولای ما رو هم گذاشته. فکرشو نکنی. یا بدهیشو میده یا دست جمعی خونه رو سرش خراب میکنی. کجا میری؟ میرم ماشینمو میفروشم. برم کن. اگه نمیبینی پشت سر پدر چی میگن؟ من شوهر بی ماشین نمیرم. چه نمیخوای؟ اصلا تو ماشین دارم. و آبجوت سوار کن و باید بگردون. کجا میری؟ میخوام برم
ماشین رو بفروشم. ببریم. نمیخواد بفروشی. آخه جواب طلبکارانو چی میدی؟ پول ماشین تو جواب اینا رو نمیده. بیا بریم. ای وای بابا جون، آخه میذاشتی میرفتم میفروختم. نمیخواد. نوروز خان اومد چاقو تو تیز کن. آقا جون پسرمو تو. پسرمو اینجا چیکار می‌کنی؟ بند کفشم رو ببستم قربون تو برم. پسرمو شرمندم واسه اون چک. اگه یه ماه به من مهلت بدی برات یه فکری میکنم. اختیار داری. مهم نیست قربونت برم. این حرفا چیه که میزنی؟ یه وقت فکر نکنی واسه خاطر اون چک اومدم ها. از اینجا رد میشدم اومدم یه سلامی بکنم. خب دیگه مزاحمت نمیشم. میدونم خیلی گرفتاری. یه عده منتظر هستن. برو به کارت برس. خدا چکم نکن. خدا. حسن آقا همچی که رسیده باید برای خدا یه قطعه خودم از یارتون فخت باشه. خیلی خوب. من چرک میزنی؟ چرا همچی میکنی؟ شیکم تو همینجوری پاره میکنی. این که شیکم من نیست، این کیسه سیمانه. بگی از پای میرم چی میگن؟ آقایی چرا خودشون ناراحت میکنن؟ شما طلبکاری، من بدهکارم. این که بحثی نداره. الان ترتیبشو میدم. کاری میکنم که همتون راضی از این در بیرون بریم. آقا شما چقدر میخواد؟ 22500 تومان. 22500. شما 5000 تومان. 7400 تومان. 7400. شما 17000 تومان. شما 15000 تومان. 15000 تومان. آقایون میتونن یه ما به من دوست دارم از وسط شقت. خیلی خوب. الان این چاقو تو غلاف کن. خیلی خوب. چش مولد نمیدین دیگه. چرا؟ بله الان یه دقیقه صبر. خیلی خوب ما میگه صبر کنی. فکر بکنی کجا رفته دنبال دستشو که
کدوم ور رفتن؟ از این ور رفتن. نه بابا از اون ور من که رفتن. دیدم راست رفتن. بالاخره از کدوم ور برن؟ به نظر من از سه حال خارج بود. یا از این ور رفتن یا از اون ور رفتن یا از راست رفتن. درد نکنه ما راهنمایی کرده. اوناشو بالاتر کن خودشه. من تا دینار آخر پولم ازت بگیرم.
نمیخواد کسی بره بالا، خودشو الان میفته. اون لاب بگیر بنده خودم بکشمش پایین. بیام بریم بابا، میفته پایین خودش گردن ما رو میگیره. الو جناب سروان، الو یه مشت دزد قاتل ریختن اینجا، جون زن بچه ما در خطره، رفتن رو تراس، الان یکیشون رفته رو تیراهن وسط زمین و آسمونه. اگه اسلحه داشتم خودم مغزشو داغون میکردم. بابا جون برو فکر هفته شب هفتش باش، الان تلفی میفته پایین. بابا جون جسد کجاست؟ الهی لاش آقایون بفرمایید کنار، جمعیت متفرق کنید. آقا به شما اصلاح میکنم بیایید پایین. وای نه اینجا بایستدم، من نمیام پایین. بیای بچه بیا کار کنید دوش. بابا جون بیا پایین. آقا این کار خطرناکه، خواهش میکنم بیاید پایین. بابا جون تو رو خدا بیای پایین. تو دیگه خفه شو، بیا پایین، گیر اینا بیفتن. آخه تو یه چیزی بگو دیگه. آقا جون من میدونم شما در واقع چطور بگم. خب اگه اجازه بدین من بیام، یعنی فریدونم میتونه به شما کمک کنه که بیاید پایین. فریدون برو بالا. اینا اینجا بایستدم، من نمیام پایین. ارواح خالت تا فردا صبح اینجا با میستن. من تا پس فردا همینجا خوابیدم ابرو احمد. مسئله بازی را بذار کنار. اگه نیای پایین به جرم سد معبر جریمه میشید. به بدهیامون یکی دیگه هم اضافه شد. شنیدین؟ سد معبر جریمه داره. برین خونه هاتون بابا. سروانه ایزه میدیم برم از اون بالا بندازمش پایین. متبرم شید. لطفا نردمون آماده کنید. خدا جون بیا تو درو ببند. میخوام تمام لازم نکرده. نیا بالا. من نمیام پایین. آقا من نمیام پایین. اگه بیای بالا من خودم میریزم پایین. انداختم پایین. خودم میریزم پایین. برو پایین. من نمیام. تا اینا اینجا بایستدم من نمیام پایین. نمیام. تو هم برو تو. بکشین بالا. بگیش بالا. کی گفت بکش پایین؟ بکش بالا. بکش پایین. چیکار کنیم؟ الان بکش بالا. برو پایین. ببین راستی دارم خودم میدیدم پایین. آقایون بفرمایید کنار متفرق باشید. بریم که خواهش میکنم بفرمایید کنار. بابا جون شوره خودمونه بکشین پایین. بابا جونم جونش در آقا یه وقت میفته میمیره آخه. اوی شوره دیگه چی میگی؟ چرا خواستو بالا یه پولی میخوایم. ولش کن بکش بالا. چی میخوایم؟ من پول آقا بکش پایین. بکش بالا. دستتو بده من.
تومن 450,000 تومن 500,000 تومن 550 560 561 600,000 تومن 600,000 تومن 600,000 تومن 600 فروخته شد. الحمدلله خدا رو شکر بدهیامونو دادیم. 350,000 تومن هم واسمون. خب الحمدلله. بچه ها که خونه آپارتمانی و خونه مدرن میخواستن فرستادم سی خودش. خودم اومدم دوباره به همین خونه ای که یه روزی 300,000 تومن فروخته بودم 400,000 تومن خریدم. 50,000 تومن هم قرض بالا آوردم که باید قسطی بدم. خونه قدیمیه اما آدم توش احساس آسایش میکنه. بله. شما الان تو این حوض خونه نشستی احساس آرامش نمیکنی؟ چرا؟ ولی به نظر من کلنگیه. بله خونه کلنگیه. بهتر این خونه رو خراب کنین جاش یه خونه مدرن بسازین.